سلام، خیلی خوش اومدید به کرافت آباد. امروز قرار بهتون آموزش فارم آیرون یاد بدم که هم خیلی آیرون خوبی بهتون میده و هم دیگه نیاز نیست واسه پیدا کردن چند تا آیرون برین توی کیو و ماین کنین. فقط قبل شروع کردن ویدیو ازتون خواهش میکنم که منو به دوستاتون معرفی کنید و لایک، کامنت، سابسکرایب کنید. و اگر ویدیو قبلی منو ندیدید ازتون خواهش میکنم که اول برین اون ویدیو رو ببینید بعد بیاین این ویدیو رو ببینید. پس بریم سراغ ویدیو. خب من اینجا رو واسه فارم آیرون انتخاب کردم چون که ارتفاع اینجا 3 بلاکه. من واسه همین یه ذره اینجا رو بزرگترش کردم، یعنی ارتفاعش رو بردم بالاتر. خب ببینید من الان متریال ها رو بهتون نشون میدم و همه چی رو بهتون توضیح میدم. این متریال های این فارم آیرونه که نگاه کنین دقیقاً که شما باید ویلیجر بیارین. مثل من که الان تو کریتیوم نباید ویلیجر اسپان اگش رو بیارین، باید 2 تا ویلیجر با استفاده از قایق و لید بهش وصل کنین و بیارین و با نون بیریدشون کنین تا به 20 تا برسن. حالا شما باید فقط ببخشید من وسایل بر نداشتم، یادم رفت. من اینو احتیاج دارم، تخت احتیاج دارم و بلاک فقط یه استک احتیاج دارین. من همه چیزایی که احتیاج دارم و برمیدارم. خب فقط توجه داشته باشین که این فارمو که میخواین بسازین از ویلیج حداقل کم کمش 200 بلاک فاصله داشته باشه که در فارم آیرونتون مشکل ایجاد نکنه. خب اول شما باید یک فضای 5x5 رو به ارتفاع 9 بلاک بکنین. الان من این کار میکنم. 1 2 3 4 5. حالا این یک بلاک حساب میشه. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 2 3 4 با این بلاک 5. حالا تو اینو خالی میکنین و این کلا میشه یک بلاک و شما با 9 بلاک برین زیر. الان 1 بود، 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینم از 9. خب حالا باید توی اینو کامل خالی کنیم که من این کار رو انجام میدم و بهتون نشون میدم. خب حالا که این کار رو کردین باید اینطوری تختا رو بذارین. از قبلش باید اینطوری بلاک بذارین. دقت کنید و روی اینا رو اول تخت بذارین که این ور با اون ور جمعا میشن 10 تا، ولی ما 20 تا تخت احتیاج دارین. پس وقتی این تختا رو گذاشتین میشینین و این بلاک های زیر رو میکنین. فقط مثل من این تختا رو نکنین، باید همه بلاک های این زیر رو بکنین. کنین دوباره من اینطوری کردم، تخت رو کندم و دوباره. و این زیر رو تخت میذارین خیلی راحت. و این ورم همینطور. جمع تختای این ور با اون ور با هم دیگه میشن 20 تا و این بلاک رو 2 بلاک میایم بالا و روی اینو کامل میبندین. روی تختا رو میبندین و حواستون باشه که اصلا روی این تختا ریسپانس نکنین چون که بلا فاصله میمیرین. بعد حالا میاین توی مرکز اینجا، یعنی صبر کنیم بذار من این مرکزش رو پیدا کنم.
فکر کنم میشه همینجا. بله اینجا یه نه تورچ میذارین. بعد اینجا رو که پر کردین اینجا رو باید تخت بذارین، یعنی ببخشید باید شغلاشو بذارین که سعی کنین مثلا شغل جوری که مثلا غذا فروش و اینطوری نباشن، چون که چیز میشه واسهتون. بگین دیگه هم دیگه نون میدن و خودشون خودکار بیشتر از 20 تا برید میشن، واسه همین بهتره که این کار رو نکنین. همین فلچر از همه بهتره، یعنی باید اینطوری بذارین که اگر من الان میذارم و میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا اینجا ویلیجرها رو اسپان میکنین، یعنی 1. بعد اینم توجه داشتین که بچه ویلیجر به کارتون نمیاد ها. بچه ویلیجر اگه دیدین باید بکشین، و ولی اگه تو سروایول باشین باید بذارین بچه ویلیجر ها بزرگ بشن، و اگه سبز بودن یعنی از اون کسایی بودن که شغل نمیگرفتن به کارتون نمیاد، اونا رو باید بکشین. الان 1 نکنین الان این سبز به کارمون نمیاد پس میکشیم. الان 1 2 نکنین دوباره بچه ویلیجر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20. خب حالا که این کار رو کردین سر این ویلیجرها رو میبندین اینطوری. حالا یه طرف رو انتخاب میکنین و آبتون رو میریزین. من مثلا همین طرف رو انتخاب میکنم، آب رو میریزم تا اینجا میاد. این بلاک رو با بلاک این ورش رو میکنم و چست و هاپرم رو بر میدارم و بلاک بالای شمالا میکنم. یه چست میذاریم اینجا و یه هاپرم اگه بتونم بذارم خیلی خوب میشه. حالا شما قبل اینکه آبو بذارین این کار رو انجام میده. حالا من اشتباه کردم. خب حالا این بلاک حالا شما باید ببنده. حالا یک جوری شما باید الان میشه دیگه، همینطوری چست راحت باز کنین. خب حالا شما باید این کار رو انجام بدین. کنین. حالا میتونین 2 تا هاپر هم بذارین چست رو برین اون وتر. باید به نظرم همین کار رو بکنین، چون که الان من دارم این کار رو میکنم انجام میشه. نکنین آیرون گولم هم اسپان شده. نکنین ما اینو چستمونو میذاریمش، اگه میذاریمش اینجا و میایم اینجا و اینجا میشینیم و به هاپر اون وصل میکنیم. اینم میکنیم و اینم الله و اینم به این. پس من اشتباه کردم و به 2 تا هاپر احتیاج داریم. نکنه اینجا رو الان با بلاک میبندیم. خب حالا شما باید ساینا رو بیارین و باید لاوا رو باید اینطوری بذارین، یعنی 1 2 3 و 4 و لاوا رو بر میدارین و میریزین اینجا اگه درست انجامش داده باشم. یه اشتباهی کردم اینجا. خب مثل اینکه به 4 تا احتیاج دارین، به 6 تا احتیاج دارین که یکی اینجا یکی اینجا. خب نه اینو ببخشید من اشتباه دادم، یه لحظه بذارین من اینجا رو درستش کنم بهتون یه لحظه یاد میدم.
خب ببینیم این درست کار میکنه. بله، پس شما به 3 تا ساین احتیاج دارین که اینطوری میشه که حالا شما باید بیاین و استباتون رو بردارین و اینطوری بزنین. 1، بذارین هوا رو درستش کنم، 2، 3، 4، 5. بعد این دور تا 2 رو شما دیگه برق میذارین که این بالا آیرن گولم اسپان نشه. خب الان فارم ما کامل شده. حالا باید ببینیم که اینجا کار میکنه یا نه. باید یه چند دقیقه صبر کنین. فقط یک چیزی، شما اگه مثلا این تو اون ور دیوار در میاد چستتون، شما باید از اون بالا بکنید و این چست رو پیدا کنید. یعنی بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اون فضا رو اصلا بزرگترش نمی کنین، چون که مثلا آیرن گولم ممکنه اونجا اسپان بشه. حالا یه ذره ممکنه سرعت این فارم پایین باشه، ولی آهنی که اگه مثلا کم بخواین چیزا رو میتونه خیلی راحت تامین کنه. الان مثلا ناگهان اونجا یه آیرن گولم یه اینجا اسپان شده. فقط باید صبر کنیم ببینیم اینجا اسپان میشن یا نه. امیدوارم که این فارم کار بکنه. بذاریم من آیرن گولما رو بکشم، شاید اسپان شدن، شاید به خاطر ایناست که اسپان نمیشن. ممکنه یه ذره این روند طول بکشه، ولی این فارم کار میکنه. اینو میتونم بهتون تضمین بدم که کارو میکنه. آها نگاه کنید، الان آیرن گولم اسپان شد. فقط شروع بشه دیگه یه ذره سریعتر کار میکنه. بعد ممکنه که این آیرن گولم دور براتون اسپان بشه. میبینی واسه من اسپان شده به خاطر اینه که توی سوپر فلت ساختم و اینکه اینجا توی زمین نیست، وگرنه این امکان وجود نداره که چیز باشه آیرن گولم بیرون اسپان بشه. حتما این داخل اسپان میشه. و میبینید که اگه این سرعت این فارم یه ذره الان پایینه، به خاطر اینه که من توی سوپر فلت ساختم. ولی شما اگه تو دنیای چه میدونم هاردکور سروایولتون یا کریتیو توی یک دنیای معمولی بسازین، این فارم خیلی خوب کار میکنه. الان میگم که به خاطر سوپر فلته الان، ولی میبینید که این آهن اینجا آمده. من خودم این فارم رو قبلا درست کرده بودم که خیلی هم خوب کار میکرد. فقط یه کوچولو ممکنه سرعتش پایین باشه، ولی اولی دومی که اسپان بشن سرعتش میره بالاتر. و اینو که به توضیح دادم همین الان که آیرن گولمای من به خاطر سوپر فلته. پس شما اول به نظر من این فارم رو توی کریتیو بسازید. تکرار میکنم سوپر فلت نه، توی کریتیو توی دنیای معمولی بسازین که مطمئن شید درست ساختیم و سرعتش خوبه. یعنی مثل من الان تو سوپر ساختم اینطوری آیرن گولم بیرون اسپان نکنه. ناکن الان اینجا هست.
پس من اول توصیه میکنم این فارمو توی کریتیو بسازین و الان به خاطر همین دیگه، وگرنه این فارم سرعت خیلی خوبی داشت که اینطوری شد دیگه، به خاطر سوپر فلت اینطوریه. خب آقا من بهتون تضمین میکنم که این فارم خیلی خوبه. پس تا ویدیوی بعد، خدافظ.